ریگن هیلیر، آرشیتکتی که مستر NLP، هیپنوتیزم و استراتژی موفقیت شد. خالق تکنیک معماری پر انرژی، یک لیدر شناخته شده در سطح جهانی در توسعه فردی و موفقیت تجاری است. چند سال پیش شرکت خود را بنیانگذاری کرد که در حال حاضر میلیون‌ها دلار برای وی درآمد ایجاد می‌کند. در شرکتش به ارائه خدمات کوچینگ، توسعه فردی و آموزش کسب و کار به کسانی که به دنبال رشد شخصی و برجا گذاشتن رد پای از خود در این دنیا هستند می‌پردازد. وی در یک خانواده معمولی در اوکلند نیوزلند بزرگ شد. به وی میگفتند که باید از سیستم پیروی کند، به مدرسه برود، سخت کار کند و نمرات خوب بگیرد. این کار را انجام داد و بعد به دانشگاه رفت، همانطور که از وی انتظار میرفت. معماری خواند ولی نمیدانست میخواهد با زندگیش چه کار کند. در این ویدیو خط سیر حرکت خود به سمت میلیاردر شدن رو تعریف میکنه و 4 مرحله برای فعالسازی و گشایش جذب آموزش میده. نکته اینجاست که شما نمیتونید همزمان در کمبود و هم در فراوانی باشید. شما نمیتونید همزمان در انقباض و انبساط باشید. شما باید انتخاب کنید که در یکی باشید یا در دیگری. تو کدوم زمین داری بازی میکنی؟ هر جا که هستی لذت همونجا رو ببر. وقتی با کلمات تجلی میلیون ها همسو میشیم، در واقع فرای خود پوله. درسته؟ چون نمیتونی فقط وارد اتاقی پر از پول بشی، در اون بچرخی و فکر کنی وای چقدر خوبه. خب به چه دردی میخوره؟ وقتی از تجلی صحبت میکنیم به نوعی به پول مربوط نمیشه. تجلی میلیون ها در واقع ورود به یک حس جدیدی از آزادیه که شاید قبلا اونو کشف نکرده باشید. تجلی میلیون ها در مورد بله گفتن وقتی همه نه میگن. چون اونا انقدر وحشت دارن که نمیتونن به روشنایی قدم بذارن. تجلی میلیون ها یعنی گشایش به سوی آزادی انتخابایی که قبلا حتی فکر نمی‌کردین امکان پذیر باشه. و تجلی میلیون ها در واقع به معنای بله گفتن به سطح وسیع‌تری از مشارکت و سهیم شدن در زندگیه. به دست آوردن میلیون ها باعث تقویت باورهای مثبت یا منفی شما میشه. یعنی پول تقویت کننده است. هر چی که هستید رو چند برابر میکنه. اگه شما یه فرد خودخواه و حریص باشید، به دست آوردن میلیون ها باعث میشه این خودخواهی و حریصی چند برابر بشه. اما اگه به انسانیت اهمیت میدید، اگه شما موجودی فوق‌العاده مهربان با قلبی پر جنب و جوش، با یک رسالت بزرگ، با هدفی بزرگ هستید و واقعا میدونید برای تغییر چی در اینجا قرار گرفتید، اگر پول زیادی رو متجلی کنید فقط اون رو تقویت میکنید. پول هرچی که هستید رو تقویت میکنه و اون رو در ابعاد وسیع‌تر انعکاس میده. میدونید مسیری که من در اون بودم باعث نشد میلیون ها رو متجلی کنم. مطمئناً مسیر من و خانواده من باعث نشدن من روی این صحنه بایستم با شما صحبت کنم. من توی خانواده معمولی در اوکلند نیوزلند بزرگ شدم. پدر مادر من خیلی خوبن، اما اونام بخشی از سیستم بودن. میگفتن برو مدرسه، نمرات خوب بگیر، واقعا سخت کار کن. بنابراین منم همین کارا رو انجام دادم. توی این مسیر بودم، معماری خوندم، چون سالها پدرم به من گفته بود ریگن اگه فرصتای شبیه تو داشتم تو زندگی معمار می شدم. بنابراین برای خوشحال کردن پدرم رفتم معماری خوندم. وقتی 18-19 ساله بودم خودم هم نمیدونستم میخوام تو زندگی چی کار کنم. پس همینطوری معماری رو انتخاب کردم و شروع کردم به درس خوندن. یادم میاد ترم اول دانشگاه وارد یک سالن سخنرانی شدم. شبیه اینجا نبود، شاید کمی بزرگتر بود. یادم میاد اونجا نشستم و یه استاد جدیدی اومد روی صحنه و ما رو وادار به یک فرایند تجسم و مراقبه کرد. من تا حالا همچین کاری رو انجام نداده بودم. گفتش که شما رو از طریق یک فرایند هدایت میکنم و شما آینده‌تون رو خواهید دید.
من فکر کردم چه خوب. یادم میاد اونجا نشستم و چشمامو بستم. یه چیزی گفت مثل اینکه خوش آمدگویی به معماران آینده، بعد گفت با آینده خود خوش آمدید. از شما میخواهم چشمانتان را ببندید. زندگیتان را به عنوان معمار 20 سال دیگر تصور کنید. میتونستی فضای سالن رو حس کنی. همه یکم متفاوت نفس میکشیدن، واقعا الهام گرفته بودن. من چشمامو بستم و بدترین حالت ممکن رو دیدم. دیدم یه گوشه از سالن نشستم، ساعت 11 شبه. پولی رو که میخواستم به دست نمی آوردم. زندگی رویاییمو نداشتم. مطابق با هدفهام زندگی نمی کردم. یک دفعه انگار ارتباط ذهنم با بدنم قطع شد. بدنم از جاش بلند شد و از سالن بیرون رفت. من در اون روز تصمیم گرفتم که پیدا کنم چطوری میتونم زندگی رو بسازم که دوستش دارم. میبینید که من با تلاش این شروع نکردم که چجوری میلیون‌ها دلار به دست بیارم، یه امپراتوری جهانی ایجاد کنم، جهان رو تغییر بدم، مشکلات بشریت رو حل کنم. نه، من فقط یه زندگی میخواستم که دوستش داشته باشم و توش خوشحال باشم. خونه رفتم و توی گوگل جستجو کردم، چون ما یه نسلی هستیم که سعی میکنیم همه جوابا رو تو گوگل پیدا کنیم. تو گوگل جستجو کردم که چجوری میتونم شغل 9 تا 5 خودم رو رها کنم. من حتی یک جوابم پیدا نکردم. اما گویا گوگل به وضوح سوال منو دریافت کرده بود. بلافاصله بعدش یک کتاب الکترونیکی به من معرفی کرد که منو به اولین رویداد تولید ثروتم رسوند. سخنرانان زیادی در اون صحنه حضور داشتند و از اون روز گفته‌هاشون همچنان در ذهن منه. ذهن من با خرد کردن احتمالات شروع کرد. من متوجه شدم که جدا از سیستمی که در اون هستم باید باشم. شاید گزینه‌های دیگه‌ای هم وجود داشته باشه. شاید راه‌های دیگه‌ای برای ایجاد واقعیت من وجود داشته باشه. من به جایی رسیدم که بیش از 100,000 دلار بدهی داشتم. بدهی شخصی، و این بدهی برای ماشین و تعطیلات نبود. این بدهی برای مربیگری و کوچ‌ها، سمینارها، برنامه‌ها و آموزش‌ها بود. یادم میاد در اون زمان اونجا نشسته بودم و به مربی میگفتم میدونی چیه سایمون؟ نمیدونم این کار درسته یا نه. من پول زیادی سرمایه گذاری کردم. زندگیم نتایجی رو که انتظارش رو داشتم به من نشون نمیده. شاید من برای این کار ساخته نشده باشم. شاید باید ولش کنم و یه شغل معمولی پیدا کنم. شاید این مسیر من نباشه. اون چیزی به من گفت که واقعیت زندگی منو تغییر داد. همه چیز رو برای من تغییر داد. به من گفت ریگن، میبینی که همه چیز رو برعکس کردی. 80% موفقیت بازی درونیه و فقط 20% که در بیرون انجام میدی. یعنی 80% روانشناسی، پاکسازی درونی، فرکانس انرژی خودت، سیمکشی ذهنیت و بعد 20% استراتژیه. کوچ من ادامه داد من خودم با استراتژی‌ها مشکل داشتم. حتی اگه هیچ پولی برای سرمایه گذاری نداشتم، داشتم یاد میگرفتم که چجوری ارز معامله کنم، یاد میگرفتم چجوری فارکس معامله کنم، چجوری در ملک سرمایه گذاری کنم. من در مورد استراتژی ها وسواس داشتم. از همون زمان بود که همه چیز برای من تغییر کرد. و به من گفت ریگن چقدر تلاش میکنی که خودت رو برای موفق شدن شرطی کنی. به این ترتیب بود که همه چیز شروع به از هم پاشیدگی و تغییر کرد. اجازه بدید اینجا وسطای صحبت‌های ریگن یه پرانتز باز کنم که کوچینگ توسعه فردی فراتر از یک گفتگوی ساده یا درد دل کردن دوستان است. در حالی که صحبت با دوستان و خانواده میتونه آرامش بخش باشه، ولی کوچینگ یک فرایند هدفمند و تخصصیه که بر پایه علم و تجربه بنا شده. یه مربی زندگی به شما کمک میکنه تا موانع و الگوهای محدود کننده ذهنیتون رو شناسایی کنید. اهداف مشخصی تعیین کنید. گام‌های عملی برای دستیابی به اونا بردارید. از دیدگاه‌های بی‌طرفانه و ابزارهایی بهره مند میشید که به سختی میتونید توی مکالمات عادی دوست آشنا به دست بیارید. کوچینگ نه تنها باعث رشد فردی و تحقق پتانسیل‌ها میشه، بلکه یک سرمایه گذاریه که به طور مستقیم بر کیفیت زندگی و موفقیت شما تأثیر میذاره. افراد زیادی هستند که با استفاده از خدمات کوچینگ به موفقیت رسیدن، بعد خودشون به کوچ‌های برجسته‌ای تبدیل شدن، مثل اوپرا وینفری یا بیل گیتس.
احتمالاً اسم آنتونی رابینز و برایان تریسی رو هم شنیدین. پرانتز بسته. بنابراین لحظه‌ای رو به یاد میارم که در مسیر این سفر بودم. در آغاز این مرحله از توسعه بودم که شروع به باز کردن قفل اون از درون رو به بیرون کردم. من شروع به درست فکر کردم که اگر بخوام زندگی متحول باشه باید روی خودم سرمایه گذاری کنم. دوره‌های مختلف و کمک کوچ‌های مختلف و واقعا شروع به انجام همه اینها برای انجامشون به مقدار زیادی پول نیاز داشتم. من دانشجوی دانشگاه بودم. از طریق یک شرکت در اوکلند نیوزلند شروع به انجام کارهای تبلیغاتی و برخی کارهای مدلینگ کردم. اون خانمی که این شرکت رو اداره می‌کرد دوستم بود و ما رو به مهمونی‌های خصوصی مختلف می‌فرستاد. و من گاهی اوقات پیشخدمت می‌شدم. خوشحال بودم که این کار رو انجام می‌دادم چون نرخ ساعتی بسیار خوبی پرداخت می‌شد. من به دوستم گفتم من یه شرط دارم. شرط من اینه که هر وقت زنگ میزنی میام برات کار میکنم ولی فقط منو سوار قایق تفریحی نکن. چون کابوس اینو داشتم که اگه توی قایق تفریحی گیر کنم بین مردانی که واقعا مستن در وسط اقیانوس گیر کنم و قادر به فرار نباشم. دوستم گفت مشکلی نیست. حدود 2 هفته براش کار کردم. تا اون موقع 2 کار اول به خوبی پیش رفته بود. بعد یه دفعه روز شنبه صبح خیلی زود شاید 4-5 صبح بود. زنگ زد. تلفن رو برداشتم. گفت ریگن من واقعا به لطفت نیاز دارم. گفتم باشه چه خبره چه اتفاقی افتاده؟ گفت ببین من امروز یه مراسم دارم. یه گروهی از آدمای فوق‌العاده، آدمای باور نکردنی، شگفت انگیز. من با 3 تا از دخترها برای این رویداد هماهنگ کردم. ولی الان یکیشون تماس گرفته گفت مریضه. این مشتری من خیلی برام مهمه. خیلی نگرانم که از دست بدمش. لطفاً میتونی امروز کار کنی؟ گفتم باشه اشکالی نداره میتونم. کجاست؟ گفت راستش توی قایق تفریحیه. گفتم فکر نمی‌کنم بتونم این کارو نمی‌کنم. گفت میدونم اما این خیلی گروه خوبین فوق‌العاده‌ان خواهش میکنم برو. اگه اتفاقی افتاد من یه قایق کرایه میکنم میام و برات میدارم میارمت. گفتم باشه انجامش میدم. بنابراین با یک قایق تفریحی به عنوان یک پیشخدمت رفتم و فکر کنم بدترین پیشخدمت دنیا بودم چون نمیخواستم تو اون قایق باشم. از این بابت اصلا خوشحال نبودم. اونا میگفتن سلام میشه لیوان آب برام بیاری؟ میگفتم بیا اینم لیوان آبت. من اصلا حال و هوای خوبی نداشتم و میدونی وقتی به گروهی از مردم نگاه میکنی انگار ارزیابی میکنی. مثلا این حتما حساب داره. این حتما وکیله. این آدم خلاقی به نظر میاد. شما میتونید به نوعی حدس بزنید مردم چه کاری انجام میدن درسته؟ این یه مهمونی کاری بود. من به همه افراد نگاه کردم فکر کردم شغل این افراد چیه؟ نمیتونستم حدس بزنم. نتونستم چیزی پیدا کنم بنابراین به یکیشون گفتم ببین جشن کارکنانه؟ گفت بله. گفتم شما چی کار میکنید؟ گفت ما زندگی ها رو تغییر میدیم. بعد به یه خانم دیگه گفتم چی کار میکنی؟ گفت ما به مردم کمک میکنیم تا به بهترین حالت خودشون برسن. همینجور متحیر مونده بودم. به یکی دیگه گفتم چی کار میکنی؟ و همچنان همین پاسخها رو میگرفتم. فکر کردم خب آخرش که نفهمیدم اینا چی کار میکنن. اما اینو فهمیدم که اینا بزرگترین ایگوها رو در کل دنیا دارن. کمی بعد رفتم کنار یکی از اون افراد نشستم. یه آقایی بود که به تازگی گفتگوی عمیقی در مورد سیستم پولی در سنگاپور داشت. بهش گفتم میدونی از همه تو این کشتی تفریحی میپرسم که چی کار میکنن اما هنوز نفهمیدم. به نظر میرسه یه پاسخ مستقیم نمیشه دریافت کرد. میتونی به من بگی اینا همه چی کارن؟ گفت بله اونا بر من کار میکنن. گفتم چه خوب خب چی کارن؟ شما چی کاره؟ گفت ما یه شرکت آموزشی داریم. این شرکتی که به افراد کمک میکنه قفل خودشون رو از درون باز کنن. به اونا کمک میکنیم واقعیتشون رو بسازن تا بتونن یک زندگی واقعی آزاد داشته باشن و پولی رو که میخوان به دست بیارن. من گفتم خب به نظر میرسه خیلی شگفت انگیزه. و بعدش یه گفتگوی واقعا عمیق با این فرد داشتم که در واقع نقش بسیار مهمی در زندگی و پیشرفت من و رشد شخصی من داشت. و از یک دفعه زندگیم چرخید. اون فرد از من پرسید ریگن تو الان چی کاره ای؟ خب من یه دانشجوی ورشکسته بودم که با بدهی دست و پنجه نرم می‌کردم.
نمیدونستم واقعیت زندگی من چیه. من فقط میدونستم که میخوام متفاوت باشم. به سمتش برگشتم و گفتم جیمی همین الان دارم رویاهامو میسازم. گفت وای عالیه. اتفاقا من عاشق اینم بفهمم رویاهات چه شکلیه. گفتم میدونید چیه مطمئن نیستم. من حتی نمیدونستم و هیچکس قبل از اون لحظه از من نپرسیده بود که رویای من واقعا چه شکلیه. و من در اون قایق متوجه شدم. واقعا نمیتونم به اون بگم که نمیدونم چی میخوام. من در مورد پولی که میخواستم شفاف نبودم. من در مورد سبک زندگیم شفاف نبودم. واقعا هیچ کدوم برام شفاف نبود. اگر شما هم در مورد دورنمای زندگیتون و اینکه چرا اونو میخواین، در واقع به کجا میرید، شفاف نیستید، پس ظرفیت وجودی ندارید که پول به سمت شما سرازیر بشه. دلایلی براش ندارید. این کافی نیست که بگید میخوام از نظر مالی آزاد باشم، میخوام میلیون‌ها دلار یا میلیون‌ها تومان به دست بیارم. خب باشه. شبیه چیه؟ چه حسی داره؟ واقعا برای شما چه معنایی داره؟ چرا؟ خلاصه اون شب به خونه رفتم و شروع به روشن کردن موضوع برای خودم کردم. بعد از این مکالمه با مردی که در قایق تفریحی بود شروع به ساختن ظرف‌هایی کردم که پولها در اونها سرازیر بشه. من جزئیات این ظروف رو با شفافیت و دقت مشخص کردم. من شما رو به انجام همین کار دعوت میکنم. این فقط این نیستش که میدونی من میخوام سبک زندگیم عوض شه. میخوام به تعطیلات برم. میخوام شرکت بزنم. میخوام این کارو بکنم. میخوام اون کارو بکنم. میخوام به خیریه ها کمک کنم. چقدر؟ مقدار رو به دلار یا هر واحد پولی که میخواید بنویسید. متوجه باشید که وقتی با فرصت‌ها روبرو میشید دیگه به 1 میلیون هم نیاز ندارید. منظورم اینه که داشتن میلیون‌ها دلار خیلی عالیه. اما شما واقعا به 1 میلیون دلار برای تحقق رویای خودتون نیاز ندارید. فرصت‌ها اهمیت دارن. وقتی اینو فهمیدم فکر کردم باشه خب اگه 1 میلیون دلار درآمد داشته باشم چی کار میکردم؟ حتی یک دلیلم برای اون نداشتم. اگه دلیل درستی برای اون نداشتم چرا باید چیزی در زندگیم خلق میکردم؟ بنابراین شروع به شفاف کردن این موضوع برای خودم کردم و شروع به تجسم کردم. حدود 8 ماه بعد از اون وارد یک سمینار توسعه شخصی شدم. من در آن زمان 19 ساله بودم. تنها بودم. هیچ کسی دیگه‌ای هم تو سالن نمیشناختم و تقریبا نزدیک به آخرای سالن نشستم. اولین سخنران روی صحنه رفت. خیلی اعتماد به نفس داشت و اونجا ایستاد و درباره املاک صحبت کرد. با خودم فکر کردم چقدر این برام آشناست. میدونید شاید من قبلا اون رو تو تلویزیون دیدم یا شاید واقعا مشهوره. فقط نمیدونم. بعد نفر بعدی روی صحنه رفت. فکر کردم ای بابا اینم واقعا آشناست. شاید من یک کتاب چیزی ازش خونده باشم. فقط یادم نیست. بعد نفر سوم روی صحنه رفت. فکر کردم اینم میشناسم. چهرش خیلی آشناست. فکر کردم اینجا چه خبره؟ نمیتونستم بفهمم. چون همه افراد آشنا بودن اما نمیشناختمشون. بعد یکی روی شانم زد و برگشتم دیدم یه مردیه. گفت سلام ریگن. اونم آشنا بود اما نمیدونستم که. گفتم سلام. گفت تو دختر تو قایق تفریحی هستی نه؟ گفتم بله. بالاخره یادم اومد اینا کی بودن. گفتم من همون کسی بودم که تو قایق خیلی بیادب بود. بعد کلی با هم گپ زدیم. به من گفت ببین ما امشب یه مهمونی برای کارکنان داریم. یه پارتی. تو یکی از همین خونه‌های مجلل. تو باید بیای. یه شب نشینی سخنرانانه. اما میشه تو رم تو اون جا داد. ذوق زده شدم. همون شب به اون مهمونی و شب نشینی رفتم. وارد اون سالن شدم. احساس کردم خیلی کوچیکم. خیلی احساس بی اهمیتی کردم. دیدم همه افرادی که روی صحنه میدیدم این همه پول در میارن. موفقیت زیادی در زندگیشون ایجاد کردن. این افراد به طور باور نکردنی قلب محور بودن. کارهای بسیار خوبی در جهان انجام میدادن. وارد اون سالن شدم و فقط فکر کردم من به اینجا تعلق ندارم. آیا کسی همچین تجربه‌ای تا حالا داشته؟ درست مثل این که ای کاش یه سویچی بود میزدن که من نامری میشدم و باعث میشد اونجا دور بشم. متوجه شدم که 2 گزینه داشتم.
یه انتخاب داشتم که میتونستم فرار کنم. بدنم غریزه بقای من میخواست بدوه و فرار کنه. یا واقعا میتونستم بفهمم چجوری از این سالن جان سالم به در ببرم. چجوری تو این سالن بمونم. فکر کردم فقط بفهمم که همه اونا چجوری موفقیتشون رو ساختن. این ایده خوبی بود. پس با همه اونها در اون شب شروع به مصاحبه کردم. به سمتشون رفتم و شروع کردم باهاشون صحبت کردن. ازشون میپرسیدم روی صحنه چقدر الهام بخش بودید؟ واقعا چطور اینقدر خوب انجامش میدادید؟ مثلا چه کارایی کردی؟ چی میتونی به من بگی که روی صحنه به دیگران نگفتی؟ بعد از جمع‌آوری اطلاعات و صحبت با حدود 40 نفر کاملا گیج رفتم خونه. چون همه‌شون موفق بودن. روشاشون کاملا متفاوت بود. استراتژی‌هاشون هم مختلف بود. روی تختم دراز کشیدم و با خودم فکر کردم خب این افراد چه چیزی دارن که در واقع یکسانه؟ متوجه شدم که اونا کسانی رو در اطراف خودشون جمع میکنن که احساسات مشابهی با هم دارن. اونا انرژی مشابهی باهاشون داشتن. متوجه شدم وقتی وارد سالنی میشن شونه‌هاشون عقب بود. توجه و تمرکزشون بالا بود. میتونستی قلبشون رو حس کنی. اونا کاملا گراندد بودن. کاملا ریشه در واقعیت داشتن. مطمئن بودن. من فکر کردم خودم چجوری وارد اون سالن شدم. خب اولا من امیدوار بودم دکمه‌ای وجود داشت که منو نامری میکرد. شونه‌هام پایین بود، تمرکزم پایین بود. اونجا انرژی من میگفت نمیخوام اینجا باشم. لطفاً منو نبینید. فکر میکردم آیا همینطور بودن رو ادامه بدم یا متفاوت عمل کنم. بنابراین شروع کردم به قدم زدن به عنوان نسخه $1,000,000 ریگن. با وجود اینکه حساب بانکی من منفی بود و اگه کسی میدونست دارم چی کار میکنم حتما به هم میگفت که دیوونم، اما من شروع به پرسیدن از خودم کردم. خب نسخه $1,000,000 من چجوری راه میره؟ نسخه $1,000,000 ریگن چجوریه؟ نسخه $1,000,000 من چجوری صبح از خواب بلند میشه؟ این نسخه از من چطور بدنم رو حرکت میده؟ چجوری این نسخه از من بدنم رو تغذیه میکنه؟ آیا این نسخه $1,000,000 من به زورگوها بله میگه؟ این نسخه از من چی میگه؟ چه نوع افرادی در اطراف خودش نگه میداره؟ همه شما هم این دیدگاه $1,000,000 رو دارید. مسئله اینه که آیا واقعا تصمیم میگیرید در اون زندگی کنید؟ بنابراین من شروع به زندگی در اون کردم. و روز بعد به سوپرمارکت رفتم. به یاد دارم که با $1,000,000 وارد سوپرمارکت شدم. مطمئن بودم شونه‌هام به عقب برگشته بود و فکر کردم اینطوری خوبه. یه چرخ برداشتم. در حال قدم زدن در اطراف بودم و متوجه شدم که دارم فکر کنم خب من فقط $54 در حساب بانکیم دارم. بنابراین امروز چی میتونم بخورم؟ کمی میوه میخورم. شروع به راه رفتن کردم. وقتی شما $54.20 تو حساب بانکیتون دارید محاسبه میکنید آیا این مبلغ کفایت میکنه یا نه. بنابراین وقتی اقلام مورد نیازم رو جمع میکردم و روی چرخ میذاشتم بررسی میکردم که همشون از $54 بالا نزنن. همینطور که از قسمت میوه ها عبور میکردم بلوبری ها رو دیدم. من عاشق بلوبریم. خیلی دوستشون دارم. یکم میوه های مورد علاقه من. رفتم بلوبری رو بردارم که روی تابلوش دیدم نوشته $9.20. نمیتونستم بلوبری بردارم. خیلی زیاد میشه. ولش کن. به جای اون توت فرنگی بردار. من اصلا توت فرنگی دوست ندارم. اما توت فرنگی ها رو برداشتم. وقتی توت فرنگی ها رو تو چرخ دستیم گذاشتم به این فکر کردم که نسخه میلیونر ریگن اینجوری متجلی میکنه. نسخه میلیونر ریگن واقعا چی کار میکنه؟ بعدش فکر کردم که احتمالاً بلوبری رو برمی‌داره. بنابراین اصل مطلب رو متوجه شدم و اینه که نمیتونید همزمان در انقباض و انبساط باشید. شما نمیتونید در کمبود و فراوانی همزمان باشید. نمیتونید همزمان در انقباض و انبساط باشید. شما باید انتخاب کنید که در یکی هستید یا در دیگری. کجا بازی میکنید؟ متوجه شدم که در کمبود زندگی میکنم و با وجود اینکه داشتم این رویاهای $1,000,000 رو مینوشتم جزئیات زندگی من هنوز واکنش‌های کمبود بود.
و فکر میکردم خوب تحمل میکنم. این در واقع چیزیه که من تحمل میکنم و در اون لحظه تصمیم گرفتم که بسیار خوب، من اینو تغییر میدم. این سطح از تحمل رو تغییر میدم. چون موضوع اینجاست و من واقعا میخوام شما متوجه بشید. برای جذب ما لزوما همیشه چیزی رو که آرزو میکنیم به دست نمیاریم، اما به اندازه ظرفیت تحملمون به دست میاریم. اگه میخواید بدونید که سطح تحمل شما در حال حاضر در چه سطحیه، به زندگیتون نگاه کنید. به همه چیزایی که دارید، همه چیزایی که ندارید، همه چیزای اطرافتون، همه افراد اطرافیانتون، همه افرادی که در اطراف شما نیستن، به پول، بی پولی، همه چیز، خوب، بد، بدون قضاوت نگاه کنید. این همون چیزی که شما تحمل میکنید. پس چجوری شروع به تغییرشون کنید؟ میخواید سطح تحمل خودتون رو بالا ببرید؟ همتون رویاهای بزرگی دارید، درسته؟ مشکل اینه که نمیتونید به اندازه کافی رویا داشته باشید. مشکل اینه که در واقع چه چیزی رو تحمل میکنید. مشکلی نیست که به اندازه کافی رویا ندارید. مشکل اینه که در واقع تا چه حدی رو میتونید تحمل کنید. چجوری تغییرش میدید؟ چجوری گسترشش میدید؟ بنابراین از اون روز فکر کردم که دیگه نمیتونم کمبود رو تحمل کنم. نسخه میلیونر من در یک ظرف کوچیک گیر افتاده بود. در جزئیات گیر افتاده بود. چیزای بزرگتر تو ظرفش جا نمیشد. خلقت من در جزء بود. کجا میتونی فراوانی رو در جزء پیدا کنی؟ انتخاب میکنید از کدوم راه برید. فکر کردم که واقعا میخوام بلوبری رو بگیرم. اگر کل تفاوتش $4 باشه، فکر میکنم مشکلی نیست. بعد از اینکه شروع به تغییر سطح تحملتون کردین، باید طرح اولیه ساختار خودتون رو ارتقا بدید. باید شروع به نگاه کردن به پشت صحنه کنید. چه چیزی در واقع داره اجرا میشه؟ چه چیزی داره اجراش میکنه؟ میدونم که عنوان این سخنرانی ذهن میلیونرساز بوده. اما گولتون زدم. میخوام در مورد انرژی و تجسم صحبت کنیم. خب، پس اگر فقط از ذهن خودآگاهتون استفاده میکنید کافی نیست. باید شروع کنید در حوزه‌های دیگه هم ایفای نقش کنید. تنها چیزی که باید بدونید اینه که طرحی پیش ساخته در زیر سطح وجود داره که در واقع نمایش رو اجرا میکنه. حالا به این طرح مثل یک ترموستات فکر کنید. ترموستات چجوری کار میکنه؟ اگه یک ترموستات در یک سالن روی دمای خاصی قرار داشته باشه، فرض کنید برای گرم نگه داشتن سالن تنظیم شده باشه و بیرون واقعا سرد باشه. همه درها رو باز کنید. هوای سرد وارد میشه. اون ترموستات چه کار میکنه؟ روی دور تندتر کار میکنه تا سالن رو در همون دما نگه داره. درسته؟ ترموستات پول شما هم به همین ترتیب کار میکنه. و ترموستات پول شما درست در وسط طرح اولیه و نقشبند انرژیکی شما قرار میگیره. به این معنیه که اگر ترموستات شما در یک حدی تنظیم شده باشه، حتی اگه بیشتر کار کنید، اگه رویاهای بزرگتری داشته باشید، اگه ساعتها رو 2 برابر کنید، حتی اگه سخت‌تر کار کنید، بازم به همون میزان درآمد خواهید داشت. من اینو در خیلیا دیدم. افراد زیادی حتی مشتریان سطح بالای من به مراجعه میکنن، با خودم کار میکنن. میدونین اونا حتی گاهی اوقات در ماه میلیون‌ها دلار درآمد دارن، اما همون مقدار ثابت رو همیشه در میارن. انگار تغییر نمیکنه. به من میگن من این شرکت جدید رو راه انداختم. استراتژی رو تغییر دادم. هدف گذاری جدید بازاریابی شکل دادم. ولی درآمدم تغییر نمیکنه. بله، چون ترموستات شما اونو تنظیم کرده. خب ترموستات فعلی خودتون برای پول رو پیدا کنید. از اونجا شروع به انتخاب درست یک ترموستات جدید میکنیم. اگه ما قصدش رو نداشته باشیم تغییر نمیکنه. بنابراین یک میزان جدیدی رو انتخاب کنید و از اونجا شروع به کار کنید. من میخوام از حالا به بعد ترموستات هم در این سطح تنظیم بشه. ببینید چجوری این هدف گذاری متفاوته. حالا چیزی که خیلی مهمه اینه که به طور تصادفی نمیشه یک طرحی رو کشید و جلو رفت.
شما در واقع باید پشت صحنه کار کنید تا ترموستاتتون رو تنظیم کنید و آگاهانه به نقشه انرژی پولی خودتون بگید که الان به این صورت تغییر کن. چیزی که باید اتفاق بیفته تا به صورت درست پیش بره اینه که ما باید عملاً شروع کنیم سیستم باورامون رو با این طرح جدید ترموستات همسو کنیم. چون اگر ما ترموستات پر انرژیمون رو تنظیم کنیم اما ذهن ما به ما میگه که این غیر ممکنه، تا هیچ وقت اون مقدار پول رو به دست نمیاری و لیاقتش رو نداری، در اون صورت دستور اجرا نمیشه. پس من از شما دعوت میکنم حداقل 20 تا باور رو در مورد اون چی که اکنون در مورد ترموستات جدیدتون باور دارید بنویسید. به عنوان مثال من تصمیم میگیرم باور کنم که این رقم کنونی ترموستات منه. من تصمیم میگیرم باور کنم که هر ماه این حداقل جدید منه. من تصمیم میگیرم باور کنم که هر روز با این ترموستات ارتباط برقرار میکنم. من تصمیم میگیرم این باور رو داشته باشم که این پول با سهولت و لطف کامل از انجام کاری که دوست دارم در هر دقیقه و هر نفس جاری میشه. این ارتباط با روحتونه. حداقل 20 تا باور تا همسویی انجام بشه. مرحله بعدی اینه که باید شروع به جابجایی هر چیزی کنید که انرژیتون رو مسدود میکنه یا شما رو متوقف میکنه. در نقطه از زندگیم بودم که داشتم ترموستات پولم رو دوباره سیمکشی میکردم. ترموستات جدیدم رو راه اندازی میکردم و روی باورام کار میکردم. اما هنوزم هر ماه به همون میزان درآمد داشتم. میدونستم اگر چیزی در واقعیت من تجلی پیدا نمیکرد، پس چیزی وجود داشت که مسدودش میکرد یا متوقفش میکرد. در واقع با محدود کردن من اجازه نمیداد که به طور کامل در این بعد فیزیکی متجلی کنم. من در اون زمان با یک کوچ کار میکردم و در مرحله ناامیدی بودم. بهم گفت میدونی اگر متجلیش نکردی چیزی مانعت میشه. گفتم بله، اما باور کن من روی همه ترس‌ها، شک‌ها، خودتخریبی‌ها، محدودیت‌ها روی همشون کار کردم. من با اونا برخورد جدی کردم، پاکشون کردم. حتی نمیتونی تصور کنی روی چه چیزایی کار کردم. من برای پاک کردن همه اینا کار زیادی انجام دادم. هیچ مانع و سدی دیگه برام نمونده. بهم گفت ریگن، اونقدر متواضع نیستی که موانع خودتو ببینی. این خودش یه مانع و چیزی در من سقوط کرد. من شروع کردم به دعا کردن. ای کیهان، ای جهان هستی، ای خدا منبع، به من انقدر فروتنی بدید که موانعم رو ببینم، محدودیتامو ببینم، برای دیدن ترس‌هام، برای دیدن شک‌هام، برای دیدن الگوهای خودخرابکارانه‌ام، هر چیزی رو که نمیبینم که مانعم میشن یا منو متوقف میکنن. به من اونقدر فروتنی بدید که موانعم رو ببینم. میبینید ما هرگز به جایی نمیرسیم که هیچ ترسی در اون وجود نداشته باشه. اگه کسی به شما بگه که نترسه، نیست. از ترس خودش جدا شده. در واقع حاضر نیست اون ترس رو احساس کنه. من شما رو تشویق میکنم که در مراقبه‌ای که میکنیم در این فرایند تجسم از خودتون بخواید که یک تجربه کاملا انسانی با ترستون داشته باشید. این یه تجربه کاملا انسانیه، یعنی اینکه در اون شما یک تجربه حسی کامل دارید و همه اون ترس رو حس میکنید. مثلا میبینید که تو یک ماشین هستید و این ماشین رو به سمت دورنمای مورد نظر خودتون میرانید. باید فوق‌العاده شفاف و مشخص باشید. شما ظرف‌ها یا ظرفیت‌های فراوانیتون رو دارید. براتون کاملا واضحه که با کجا میرید. شما وارد نسخه میلیونر خودتون میشید. شما در حال انجام تمام کارهایی هستید که اون میلیونر خودتون در آینده میخواد انجام بده. حالا برای تنظیم ترموستات تصور کنید شما در حال رانندگی اتومبیلتون هستید. بعد ناگهان متوجه میشید چیزی در ماشین وجود داره. همینطور که این آگاهی رو دارید،
به آینه عقب دورنمای مورد نظرتون نگاه میکنید. متوجه اون میشید. ترس در صندلی عقبه و ترس شروع به خزیدن به جلو میکنه. ناگهان ترس شروع به خفه کردنتون میکنه. ترس شروع به پوشوندن چشاتون میکنه و نمیتونید ببینید در حالی که دارین رانندگی میکنید و به حرکت ادامه میدید. نه، ترس خیلی زیاده، منقلب کننده است. چه کسانی چنین ترس شدیدی رو تجربه کردن تا جایی که احساس میکردن بدنشون بی‌حس و فلج شده. اینجاست که شما دو انتخاب دارید. انتخاب اول اینه که از ماشین پیاده بشید و برید. فعالیت ترموستات برای برگشت به وضعیت امن قبلیه. احساس بهتری دارید که پیاده بشید و فرار کنید یا ماشین رو نگه دارید. اما انتخاب دوم چیه؟ من معتقدم که همه افرادی که در این سالن هستن به انتخاب دوم بچسبن. شما یه انتخاب دارید که ماشین رو محکم بچسبید و با شجاعت و باور رانندگی کنید. بگید بترس ولی میدونم از من محافظت میشه. مطمئنم که جون سالم به در میبرم. من موفق میشم. در واقع به ترس نگاه کنید. ببینید وقتی به مقصد رسیدید و ثروت مورد نظرتون متجلی شده چقدر خوب به نظر میرسه. ببینید چقدر عالی میشه وقتی میتونید به جهان کمک کنید و چیزی شروع به ذوب شدن میکنه. به هر حال ترس هنوز اونجاست اما شما رو به جلو میرید. حتی میدونید ترس هنوز رو صندلی عقب نشسته و منتظر فرصت میگرده تا حمله کنه. ولی اشکالی نداره. شما به این آگاهی رسیدید. چه کسی حاضره با محدودیت‌های خودش برقصه و اونا بازی کنه به جای اینکه اونا رو بی‌حس کنه، در واقع اونا رو خاموش کنه. پس از انجام این کارو، کنترل این محدودیت‌ها و شروع به رقصیدن با اونها، ما باید از نظر سطح ارتعاش انرژی در جای درست قرار بگیریم. ما باید هر روز با انرژی احساس میلیونر بودن کنیم. همیشه از من میپرسن ریگن وقتی هیچ وقت $1,000,000 نداشتم چطوری اینه 1,000,000 باشم؟ نمیدونم چه حسی داره. سوالتون درسته اما هر چیزی که قبلا متجلی کردید در حالی که قبلا اونا رو نداشتید تا زمانی که اونا رو نداشتید نمیدونستید چه حسی دارن. بنابراین باید احساسی رو ایجاد کنید که این احساس رو پرورش بده. انگار که نسخه $1,000,000 من از درون به بیرون خلق شده. بنابراین وقتی اولین $1,000,000 رو به دست آوردم مردم از من میپرسیدن چه حسی داشت؟ چه کار کردی؟ جشن گرفتی؟ از خوشی بالا پایین پریدی؟ منم میگفتم خب عالی بود، واقعا شکرگزار بودم اما تقریبا برام طبیعی به نظر میرسید. حس عجیبی نداشت. احساس عجیب غریبی نداشتم. احساس نمیکردم که وای خدای من نمیدونستم اینطوری میشه. احساسش عالی بود. اما روزها حسش کرده بودم. من اینو برای روزها در طول سالها احساسش کرده بودم. اونو در هر دقیقه حس کرده بودم. باهاش نفس کشیده بودم. و چطوری این کار رو انجام میدید؟ چشمان خودتون رو میبندید. به سادگی از خودتون میپرسید. احساس میکنید. اگه من واقعا میلیون‌ها دلار رو متجلی کنم چه حسی داره؟ اگه مقدارش خیلی بزرگه، اگه جهش بیش از حده کمش کنید. اگه من $100,000 متجلی کنم چه حسی داره؟ از یه جایی شروع کنید. برای بعضیا 100,000 تا خوبه. احساسش رو با تمام وجود لمس کنید. این یکی از کارهاییه که من بارها انجام میدم. همه مراجعانم انجام میدن. برای شروعش یه کاری بکنید. اول یه تلفن هوشمند بردارید. سر یه ساعتهای خاصی زنگی رو تنظیم کنید. اسمش هم بذارید وقت تجلی میلیون‌ها. زنگ ساعت رو مثلا ساعتی 1 بار در طول روز و هر روز تنظیم کنید. اگر کار یا جلسه دارید هر موقع که آزادترید انجامش بدید. یه زنگ ساعت انتخاب کنید، انگیزه دهنده باشه، حس خوبی بده. وقتی زنگ زد خاموشش میکنید. در جا متوقف میشید. برای 2 دقیقه متوقف میشید. نه بیشتر. حتی 1 دقیقه. چشمانتون رو ببندید. فقط احساس کنید که دریافت اون پول چه حسی داره. واقعا دریافت اون پول چجوریه؟ چون موضوع اصلی اینجاست که اگه نتونید حسش کنید دریافتش نخواهید کرد.
امروز داشتم وارد سالن می شدم که در حال رد شدن توی راهرو از کنارم 2 تا دختر گذشتن و داشتن با هم صحبت می کردن. یکی از دخترها به اون یکی گفت وای چقدر این لباست قشنگه، خیلی دوستش دارم. دختر به طور خودکار گفت اوه این خیلی قدیمیه، میدونی خیلی ارزونه، من مدت هاست دارمش. من گریم گرفته بود چون فکر می‌کردم من یه روز اینطوری بودم. خیلی عجیب بود. مردم به من میگفتن من عاشق لباستم، من عاشق موهاتم، یا اینو چقدر خوشم میاد. فوری منحرفش میکردم. من به اونا 50 دلیل برای اشتباه بودنشون میدادم. چرا؟ چون نمیتونستم اون تعریف‌ها رو دریافت کنم. یه بار یکی از کوچ‌هام به من گفت ریگن میدونی تو نمیتونی پول رو دریافت کنی چون حتی نمیتونی یک تعریف و تمجید رو دریافت کنی. چند نفر از شماها میتونید با جون و دل هر تعریف و تمجید خوبی که بهتون میگن بپذیرید. بگید بله و تشکر کنید. و البته توصیه میکنم اینو نگید که متشکرم مال شما هم همینطور. نه، این هم نکنید. چون این همون کاریه که من اول شروع به انجامش کردم. میگفتم بسیار ممنون مال شما هم خیلی دوستم، خیلی قشنگه. اینم انحرافه. اولش معذبید ولی ناراحتی رو تحمل کنید تا با اون احساس راحتی و عادت کنید. و این شروع به چه کاری در سطح سلولی میکنه؟ آیا به شما اجازه میده که اینو در سطح عمیق‌تری شروع کنید؟ میبینید شما نمیتونید این کار رو فقط از روی ذهنتون انجام بدید. همونطور که گفتم شما باید با هر نفس و با هر راه رفتن این رو به سطح سلولی ببرید. نکته بعدی که میخوام با شما در میان بذارم اینه که شروع به پرورش حلقه دوستان برای میلیونر درونیتون کنید. چون اگر افرادی رو در اطراف خود نداشته باشید که از شما در این امر حمایت کنن نمیتونید به عظمتتون برسید. خب احتمالاً قبلا اینو شنیدید. شما مجموع 5 نفری هستید که بیشترین زمان رو با اونها میگذرونید. این در مورد پول درسته، اما در همه زمینه‌های زندگی شما صادقه. اگه 5 نفر رو پیدا کنید که میلیون‌ها دلار درآمد دارن اما فوق‌العاده اضافه وزن دارن، از این پول برای چیزهای وحشتناک دیوانه‌وار در جهان استفاده میکنن، بله، به شما هم آسیب میزنن، روی شما تأثیر خواهند داشت. پس دور و بریای خودتون رو عاقلانه انتخاب کنید. از این حلقه برای بالا بردن خودتون استفاده کنید. شما ممکنه شخصی رو در حلقه من بشناسید که برای من بسیار عزیزه. اسمش لیزا نیکولزه. میشناسیدش نه؟ بله، من با لیزا صحبت میکردم. این احتمالاً 1.5 سال پیش بود. یه روزو با هم گذروندیم. در پایان روز از لیزا یک سوال پرسیدم. ما همیشه این سوالاتو از خودمون میپرسیم. گفتم لیزا چه چیزی در من میبینی که منو عقب نگه میداره؟ چه چیزی در من میبینی که خودم نمیتونم ببینم و متوجه نمیشم؟ لطفاً به من بگو، میخوام بدونم. به من گفت ریگن تو خیلی نرم روی این سیاره راه میری. تو وارد یک اتاق میشی نورت رو کم میکنی. شما هم همینطور. همچنان نور خودتون رو کم میکنید چون نگرانی که بیش از حد روشن یا خیلی درخشان باشید. همینه که شما رو عقب نگه میداره. پول رو از شما دور نگه میداره. شما رو عقب نگه میداره. با این حرفاست که چیزی در شما فعال میشه. چیزی در واقع داره تغییر میکنه. پس از این جایگاهی که با دنیا روبرو میشید، اقداماتی برای همسویی انجام میدید. از این مکانه که استراتژی وارد میشه. از این مکانه که شما تیم خودتون رو استخدام میکنید. از این مکانه که تیم بازاریابیتون رو توسعه میدید. از اینجاست که شما یک اجرای لایو میذارید. میتونید ببینید که 20% بقیه در اون دقیقاً کجا کلیک میخوره. در پایانش. درسته؟ حتی سعی نکنید به این قسمت بپردازید تا زمانی که به همه موارد دیگه رسیدید. این کار میبره. من قصد ندارم به شما بگم بله همه چی یه شبه اتفاق میفته. نه. باید باهاش زندگی کنید. باید باهاش نفس بکشید. میتونید بارها و بارها این ویدیو رو تماشا کنید. مراحل رو هم جدا کنید. قسمت‌ها رو تفکیک کنید. به خودتون اجازه بدید که واقعاً در این کار عمیق بشید. زمانی که اقدام همسویی رو انجام میدید قرار نیست این کار رو از جای انجام بدید که الان چه کار میکنم؟ چه جوری اونو انجام بدم؟
وقتی میگید چجوری انجامش بدم یا چجوری اتفاق میفته، کل کارتون رو برباد میدید، چون از یک جای ترس عمل میکنید. وقتی شما از خودتون میپرسید که چجوری میتونم انجامش بدم؟ اگه انجامش ندم چی؟ این یعنی اینکه این اتفاق نخواهد افتاد. این معناست که در یک وضعیت ترس و لرز هستم. در عوض به خودتون بگید این کار تموم شده. من اونو توی ترموستات انتخابیم قفلش کردم. من این کار رو انجام دادم. من الان نسخه میلیونر خودمم. من حلقه‌مو تشکیل دادم. همه چیزو همسو کردم. حالا برای شرکت در این فرایند حاضرم. این یک خلق مشترک با خدا، منبع، جهان هستی، با هدف الهی شماست. از طریق شما به این زندگی وارد میشه. چجوری میتونید به موقع در این خلقت حاضر بشید و از یک مکان همسویی در اون بازی کنید و برقصید؟ این یک انرژی بسیار گسترده فراوانی و ثروته، نه ترس و کمبود. بسیار خوب. میخوام مطمئن بشم که فعالسازی انجام میشه. بنابراین در اینجا مراحلی رو به سرعت مرور میکنم که تا اینجا گفتم. تا نقشبند ثروت و فراوانی شما، یعنی دورنمای چند میلیون دلاری خودتون رو فعال کنید. اول، آزاد کردن موانع مسدود کننده و باورهای سمی که جلوی ورود پول رو میگیرن. دوم، قالب فیزیکی دادن به میلیونر درون. سوم، یک حلقه از افراد مناسب برای خود میلیونرتون تشکیل بدید و با اونا همسو باشید. چهارم، سطح تحملتون رو تغییر بدید. ظرفتون رو بزرگ کنید. اگر مراحل به هم ریختن یا واضح نیستن، برگردید و از اول گوش بدید. از اینکه تا اینجای ویدیو منو همراهی کردید سپاسگزارم. حتما لایک و سابسکرایب کنید. اگر نظری در مورد ویدیوی امروز و هر پیشنهادی برای ویدیوهای آینده دارید، لطفاً تو کامنت ها برام بنویسید. تا ویدیوی بعدی در نور و عشق باشید.